سلام دوستان، وقت بخیر. محمد زاده هستم از کارشناسان مجموعه درستش میکنیم در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوایم در مورد گیر کردن این قطعه که اسمش فلو سویچ هست صحبت کنیم. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشین تا متوجه بشیم که در صورت گیر کردن این قطعه چه مشکلاتی برای پکیج به وجود میاد. خب دوستان، یه توضیح بدم راجع به وظیفه فلو سویچ. فلو سویچ وظیفه‌ش اینه که بعد از باز شدن آب گرم فعال بشه و از طریق این دو رشته سیم به برد دستگاه فرمان آب گرم مصرفی رو بده و دستگاه متوجه بشه و شروع به گرم کردن آب گرم بهداشتی شما بشه. اگر این قطعه خراب بشه و در حالت وصل گیر کنه چه اتفاقی میفته؟ دستگاه شما مدام روشن و خاموش خواهد شد، حتی بعد از اینکه با وجود اینکه آب گرم بهداشتی بسته هستش می‌بینید که دستگاهتون روی حالت تابستانه داره روشن و خاموش میشه. و یا روی حالت رادیاتور اگر دستگاهتون دارین ازش رادیاتور هم میگیرین و در حالت زمستان استفاده میکنین، بازم میبینیم که رادیاتورمون به هیچ عنوان گرم نمیشه، اما دستگاه شروع میکنه به تعداد زیادی هی روشن میشه و خاموش میشه. اینجا بایستی که شک کنیم به این قطعه. چرا؟ چون دو حالت برای این قطعه به وجود میاد. یه موقع هستش که این قطعه عمل نمیکنه و دستگاه فرمان آب گرم مصرفی رو نمیگیره اصلا به هیچ عنوان. و حالت دوم خرابی گیر کردن فلو سویچ هستش که در حالت وصل گیر میکنه و باعث بروز اشکال در سیستم ما میشه. اگر این فلو سویچ در حالت وصل بمونه و این اتفاق بیفته، این دو تا سیم که در حالت عادی اوپن هستن به حالت دائم کلوز در میان و دستگاه ما فکر میکنه که آب گرم بهداشتی باز هستش، در صورتی که ممکنه آب گرم رو بسته باشین اما دستگاه متوجه بسته شدن آب گرم نمیشه، به خاطر اینکه این قطعه اومده بالا و گیر کرده. حالا داخل این فلو سویچ چه لوازم و وسایلی هستش رو ببینید. این داخلش یه قطعه هستش که به صورت روان بایستی بازی کنه و با باز شدن آب گرم که از قسمت برنجی رنگ واردش میشه و از اینجا خارج میشه، با باز شدن جریان پیدا کردن آب، این قطعه لغزان داخل فلو سویچ به سمت بالا میاد و فرمان وصل رو به ما میده. ممکنه که این بیاد بالا و گیر کنه، حالا به علت رسوب و کثیفی یا آشغالی چیزی بیاد توش گیر کنه و در حالت وصل بمونه. در این صورت بایستی که قطعتون رو تست کنین و اگر خرابه تعویضش رو انجام بدین. ممنونم از همراهیتون. فعلا خدا نگهدار.